سلام. نگین که تا حالا این دمنوش ایرانی رو درست نکردین. خیلی خوشمزه است. حتما امتحان کنید. 2 لیوان شیر، به مقدار دلخواه زعفرون، 2 تا هل که اگر میخواستین از پودرش استفاده کنین نوک قاشق چایخوری بریزین. با شعله کم میذارم حدود 20 دقیقه جوش بیاد. یکم که ترکیب شدن بهش 2 قاشق شکر اضافه کنید. بعد از 20 دقیقه که جوش اومد خاموش کنید. بهش 1/4 گلاب اضافه کنید.